در لیتسه کسبی خدمتی شهر خوجند نزد دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان المپیادای منطقوی خوانندگان صنف‌های 9 و 11 با اشتراک زیاده از 200 نفر خوانندگان از مؤسسه‌های تحصیلات میانه اساسی، عمومی و ابتدایی کسبی شهر و ناحیه‌های ولایت از روی فن‌های دقیق متماتیک، فیزیک، شیمی، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی و گئوگرافیا برای دریافت جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان برگزار گردید. هدف اساسی المپیاد را راهبریت دانشگاه، تطبیق برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، اعلام گردیدن سال 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون، باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، بلند برداشتن شوق و رغبت خوانندگان به علم‌های دقیق، صیقل دادن مهارت و ملکه از خودکنی، تکمیل و توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس و آماده سازی آنها برای سهمگذاری در پیشرفت علم و اقتصادیات کشور ارزیابی نمود. المپیادای مذکور بهر تطبیق نقشه چاره‌بینی‌های برنامه 20 ساله رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، همچنین المپیاد در دایره سالهای رشد اینواسیون و اقتصاد رقمی صورت گرفته شده است. علاقه المپیاد به کار خود شروع نمود و از روی فن‌های الگبرا، بیولوژی، گئوگرافیا و دیگر فن‌های طبیعت شناسی آزمون با جلب کارشناسان منطقوی از دانشگاه‌های کشور، از دانشگاه ولایت سوق راه اندازی شده است. برگزاری چنین آزمون و المپیادها در کشف استعدادهای جوان، رشد تفکر علمی و آماده نمودن متخصصان دانشمند و آینده ساز مساعدت می‌نماید. در اساس نتیجه های جنبستی آزمون، غالبان با جام ریاست دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دیپلم‌های درجوی، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. سیحون حیدرزاده، مظفر صابرزاده برای برنامه اطلاعاتی اخبار.